حکومت مسعود پزشکیان اقتدارش را از دست داده، تسلطی بر اوضاع ندارد و خطر فروپاشی نظام بالاست. این اظهارات تند رئیس جبهه اصلاحات ایران است که در اوج اختلافات داخلی جمهوری اسلامی مطرح می کند، در حالی که ایران زیر شدیدترین فشارهای غرب و خطر جنگ مجدد با اسرائیل است. نزدیکان علی خامنه‌ای علیه روحانی و ظریف برخاسته و حتی خواستار محاکمه آنان شده اند. سلام و این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه این موردها را به بحث میگیرم با احمد رشاد زریر از استودیوی 2. سلام رشاد، گویا شکاف‌ها در میان سیاسیون دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی به میان آمده. از اظهارات رئیس جبهه اصلاحات شروع کنیم. خانم منصوری چه چیزایی گفته؟ احمد شاه خانم آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات هرچند طی سالهای متمادی جبهه اصلاحات مطرح ترین اپوزیسیون داخلی جمهوری اسلامی بوده، اما برای اولین بار با رویکرد کاملا متفاوت و با روش تند اظهاراتش و انتقاداتش علیه جمهوری اسلامی را مطرح کرده و به وضوح و مشخصا انگشت انتقادش را سمت آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده. و خانم منصوری میگه که اقتدار و قدرت و توانایی و نیروی در دولت پزشکیان باقی نمانده و تضعیف شده و در حال از بین رفتن است. او به دو دلیل استدلال میکنه. دلیل اولش فیلترینگ است. میگه دولت پزشکیان با وجودی که وعده داد، با وجودی که زمینه‌هاش موجود بود، نتوانست به این وعدهش عمل بکنه و فیلترینگ را رفع بکنه چون صلاحیتی نداره. دومین دلیلش هم سیاست خارجی ایران است. میگه دولت پزشکیان هیچ تسلطی بر وزارت خارجه نداره، بر کل سیاست خارجی ایران نداره. بخصوص در پس از جنگ 12 روزه تمامی تصامیم در مورد سیاست خارجی که گرفته شده هیچ نقشی آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور در اون نداشته و گفته که اینها نمونه های بارز مبنی بر این هستند که اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه خطر فروپاشی نظام دور نیست. و البته جبهه اصلاحات نه تنها از خانم منصوری که دیگر نشانه هایی که عضو این جبهه هستند بیشتر صلح‌گرایان هستند، انتقاداتشان به همین لحن و به همین صراحت ادامه داره. زریر، انتقادات آقای قالیباف و فرماندهان سپاه از رئیس جمهور دولت 12 ایران آقای حسن روحانی و وزیر خارجهش ظریف که در قدرت نیستن حالا به چه معناست؟ این در چنین شرایطی به معنای این است براستی که در حالی که جمهوری اسلامی به قول مخالفانش داره تلاش میکنه که بقای خودش را تضمین بکنه، از او طرف کسانی همچون آقای روحانی و در کل تیم جبهه اصلاحات به دنبال یافتن بدیل برای نظام کنونی، هرچند همچنان نظام اسلامی ولی غیر از رهبران فعلی هستند. و بعضی از رسانه ها به ویژه رسانه های غربی مخالف جمهوری اسلامی یک سری تحلیل ها و استدلالات از این دست میکنن. اونا میگن که یک جنگی بین سپاه پاسداران، اطرافیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و جبهه اصلاحات آقای روحانی و آقای ظریف در گرفته، یک جنگ بر سر قدرت است. بس از اینکه ویدیوی عروسی آقای شمخانی بیرون آمد و خیلی در مجالس سیاسی ایران مباحث فراوانی را برانگیخت و انتقادات زیادی را به سمت آقای شمخانی و کلا دولت جمهوری اسلامی به این دلیل که گویا خودشان بر سر حجاب بسیار رفتارهای سرکوبگرانه کردن و اما نزدیکانشان، اعضای خانوادهشان با این روش برخورد میکنن. البته این کار شخصی آقای شمخانی بود و حریم خصوصیش نقض کردن کار درستی نبود. بعضی از مخالفانشان با استفاده از این آب گلالود استدلال کردن، گفتن این کاری از کارهای آقای روحانی و نزدیکان آقای ظریف است. گفتن که یک جنگ وجود داره چون گویا آقای مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد آقای خامنه‌ای گویا تلاش میکنه که جایگزین پدرش باشه. همچنان در صورتی که آینده آقای خامنه‌ای نباشه چه کسی جایگزین رهبری خواهد بود و گویا آقای حسن روحانی کسی است که خیلی تلاش میکنه و این به قول تحلیلگران مخالف جمهوری اسلامی این اختلافات ریشه از دوران جنگ ایران و عراق داره، اختلاف بین سپاه پاسداران و همچنان آقای روحانی. ما به
تازگی از 3-4 فرمانده ارشد سپاه پاسداران شنیدیم که هم آقای ظریف را به خاطر مکانیزم ماشه انتقاد کردن و ازش شکوه کردن و او را مسئول تحریم ها دانستن و هم از آقای روحانی که گفتن دولت روحانی بود که با غرب گرایش به اینا اعتماد کرد. و اصل مسئله از کجا آمد؟ اصل مسئله از آنچه آمد که آقای قالباف آمد گفت که رابطه مسکو و تهران که رابطه راهبردی و عمیق و رو به پیشرفت است توسط اظهارات غیر مسئولانه سیاستمداران چون آقای روحانی و آقای ظریف آسیب دیده. ما پیشتر از او گواه یک درگیری لفظی بین آقای ظریف و آقای لاوروف بودیم که سرگ لاوروف گفت که مکانیزم ماشه ایده جواد ظریف بود و جواد ظریف هم گفت که این آقای لاوروف مسائل را وارونه مطرح میکنه و کار به اینجا کشید که حالا ما میبینیم این خودش نمونه برجسته از اختلافات درونی جمهوری اسلامی است. ظاهرا نقطه اوج اختلاف بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران در مورد چگونگی رابطه با روسیه و غرب وجود داره. جزئیات چیست؟ بله دقیقاً اصلاح طلبان به خصوص در 1 سال اخیر همیشه تاکیدشان بر این بوده که مذاکرات باید با غرب به خصوص آمریکا انجام شود و از یک سری چیزهای از جمله غنیسازی یورانیم در خاک ایران باید گذشته شود و برعکس اصولگرایان بیشتر تکیه دارند بر روسیه و اصلا طرفدار مذاکره با غرب ترویکای اروپا و بخصوص آمریکا نیستند. حالا این اصلاح طلبان پیوسته تاکید میکنن که باید دیپلماسی بره به سمت غربگرایی و در تعامل با کشورهای اروپایی تحریم ها برداشته شود. ایران فعلی از انزوای سیاسی بین المللی که حالا اونا فکر میکنن هست بیرون بیایه و برعکس اصولگرایان که بیشتر اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنان افرادی چون آقای قالباف و آقای علی لاریجانی و اینا کسانی که بیشتر در قدرت هستند اینا بیشتر تکیه دارن بر روسیه و اتکاشون به مسکو سبب شده که اینا اصلا سیاست هایشان را در راستای تقابل و دشمنی با غرب گسترش بودن و همیش سبب شده که هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان بر سر این مسئله هم با هم درگیر شوند، بر سر قدرت هم با هم حالا ظاهرا و به قول رسانه های غربی مخالفشان بجنگن و گویا این شکاف ها در حال عمیق تر شدن است. سرنوشت تنش های تهران و غرب به کجا رسید؟ آیا نظر به اون روایت هایی که وجود داره و خبرهایی که خودت پیگیری کردی آیا راهی برای گذشتن از مسیر دیپلماسی هنوز وجود داره یا چراغ‌های سبز به خاطر آغاز جنگ روشن شده؟ راهی را که خودت میگی امکان داره یک پس کوچه هنوز باقی مانده باشه برای دیپلماسی، ولی در میدان عمل از بسی که از طرف جمهوری اسلامی استادگی و استقامت در برابر خواسته های غرب وجود داره، اون هم با این دلیل که ارزش های ملیست و خواست همه ملت ایران است، خبری دیگر از دیپلماسی نیست. آخرین و مهمترین صحبت های در مورد دیپلماسی که ما شنیدیم، آقای عراقچی همین چند روز قبل گفت که بمب اتمی ما، بمب هسته‌ای ما نه گفتن به غرب است، نه گفتن به جهان است، کشورهای قدرتمندی است که از ما خواسته های بیجای دارن و ما با اقتدار و با عظمت به خواسته های اونا نمیگیم و یک بار دیگر آقای عراقچی صحبت های 1-2 هفته پیش آقای خامنه ای را تکرار کرد و گفت که هیچ راهی برای تعامل با آمریکا فعلا باقی نمانده و مشکلات ما با آمریکا حل نشدنی است. همچنانی که یکی از خواسته های ترویکای اروپا همی بود و همچنانی که قطعنامه 2231 در به قول ایران، چین و روسیه پایان یافته و مأموریت آقای گروسی در قبال بازرسی از ایران هم پایان یافته، ولی غرب به ویژه آمریکا و 3 کشور قدرتمند اروپایی تاکیدشان بر نظارت آژانس از ایران است، تاکیدشان بر محدودیت سیستم موشک ایران است و تاکیدشان بر مذاکره مستقیم تهران با واشنگتن است، چیزی که ایران اصلا حاضر به انجامش نیست و در چنین شرایطی امیدی چندانی به دیپلماسی بین ایران و غرب وجود ندارد. ممنون حضور احمد رشاد زریر، همکارم از استودیوی 2 که مورد ایران را دنبال کرده بودی. و ادامه خبرها، مذاکرات میان افغانستان و پاکستان برای رسیدن به توافق نهایی آتش بس وارد 3مین روز خود شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، برگزاری مرحله نخست مذاکرات در دوحه را گامی مثبت دانسته و درباره بخش‌های باقی مانده مذاکرات که در استانبول جریان دارد گفته است که منتظر میمانند تا نتایج آن به دست آید. او بر حل مسائل از راه گفتگو تأکید کرده، اما هشدار داده است که اگر طرفی بر افغانستان تجاوز کند با برخورد مشابه روبرو خواهد شد. بیشتر
با سعدالدین حکیمی. مذاکرات میان افغانستان و پاکستان برای رسیدن به توافق نهایی آتش بس وارد سومین روز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که دور دوم مذاکرات نمایندگان افغانستان و پاکستان در ترکیه برای سومین روز ادامه دارد. آقای مجاهد برگزاری مرحله نخست مذاکرات در دوحه را گام مثبت دانسته و درباره بخش‌های باقی مانده مذاکرات که در استانبول جریان دارد گفته است که منتظر می‌مانند تا نتایج آن به دست آید. آقای مجاهد تحلیل و گفته‌های پیش از نتایج را بی‌باور خواند. افغانستان اسلامي امارت په مذاکرات او خبرو او دیالوگ باندې باور لري او پاکستان سره چې کومه ستونزه په اخرو کې پیښه شوې وه وازنې حل لارې هم دیالوگ او افهام تفهیم ده. همدې خاطر یو پړاو مذاکرات په دوحه کې ترسره شول. هلته بیا ژمنه دا وه چې باقي پاتې خبرې په استانبول کې وشي. اوس هغه دویم پړاو د مذاکراتو روان ده تر اوسه پورې. موږ حکم نشو کولی چې نتیجه به د مذاکراتو څه وي ورلې پرېږدو باید چې غونډې پای ته ورسېږي خپله نتیجه د غونډې راووځي او د ضمن د مذاکراتو یا د جریان د مذاکراتو کې ځینې خبرې چې د پاکستان لخوا نه اورېدل کېږي او ځینې نور تحلیلونه باید یادونه وکړو چې ډېر د باور وړ نه وي. سخنگوی امارت اسلامی همچنان گفته است که افغانستان کشور مستقل است و دارای حق و توانایی دفاع از خود است. آقای مجاهد همچنان گفته که افغانستان همواره خواستار روابط نیک با کشورهای جهان به ویژه همسایه‌های خود است و بر حل مسائل از راه گفتگو متحد است. آقای مجاهد اما هشدار داده که اگر طرف بر افغانستان تجاوز کند با برخورد مشابه مواجه خواهد شد. عموم کې افغانستان د هیوادونو سره د رقم د اړیکو غوښتونکی ده خو که خدای مکه کوم هیواد افغانستان ته په بده وګوري یا زموږ حریم نقض کړي یا هر بل هغه اقدام وکړي چې هغه نامناسب وي د ورته غبرګون سره به مخ کېږي. طبیعي ده افغانستان یو مستقل هیواد ده د خپل دفاع حق لري او د خپل دفاع وړتیا لري او پاتې شو داسې د خپلو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي. دا زموږ اصولي دریځ ده او باید دا درک شي. افغانستان له هېچا سره نه غواړي په جنګ کې کیل شي او نه غواړي د چا په وړاندې زموږ خاوره استعمال شي. در این میان آگاهان سیاسی نیز گفتگوها را حلال چالش‌های فراراه کشورها می‌دانند و می‌گویند دو طرف باید از سخنانی که روند مذاکرات را مختل کند خودداری کنند. مدیری که وزیر دفاع پاکستان با گفته‌های غیر مسئولانه خویش تاکید نمود که در صورت شکست شدن این مذاکرات پاکستان حاضر است که جنگ تمام عیار علیه افغانستان آغاز بکند که این خود نمایانگر سیاست جنگجویانه و مداخله‌نگر پاکستان علیه افغانستان میباشد. در صورتی که نظامیگران پاکستان به تعهدات خود پابند نباشند و در سیاست‌های خود در مقابل افغانستان تغییر نیارند، این نوع برخوردها نه تنهایی که مذاکرات را به نتیجه پایان خواهد داد بلکه میتواند علاوه بر تاثیرات منفی بر روابط هر دو کشور حتی صلح و ثبات منطقه‌ای را نیز به خطر بیندازد. در نشست استانبول هیئت‌های افغانستان و پاکستان روی موردهای زیادی به توافق رسیدند و قرار است تا پایان امروز ادامه پیدا کند. منابع گفتند که موردهای توافقی عبارتند از آتش بس، بازگشایی راه‌های تجارتی میان دو کشور، آزاد شدن زندانیان، تعیین زمان و مکان مذاکرات بعدی و قرار است بیانیه مشترک از این گفتگوها همگانی شود. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.